سلام علیکم بچه ها. خب این درس هفتمی ماست. اویدی برنامه اکسس. در این درس ما یکی از اصول های اکسس رو می‌آموزیم که یعنی با فیزیک علاقه‌مندیش میکنیم. رفته با ما سپارش داده میشد که با ما قانون فیزیکا رو در برنامه اکسس نویسنده بیارید که تیار کنید گفته اگر شناسامون که اگر کس در کس میکنه ما چطور اینها رو توضیح تیار کنیم فرمول‌های فیزیکا رو در اکسس یعنی جابجا کنیم. برای این ما میتونیم از اصول‌های گوناگون استفاده بریم. یکی از اصول‌های عادی ترینش رو با شما نشون بدهیم. خب و فایل وارد میشویم. سازده پسته باز دانه. خب برای سنجش ما این کار رو میکنیم. در اینجا مینویسیم فیزیکا. زبان رو توجیه فیزیکا سازدت یعنی علاقه شما چقدر که میدانید در درس‌های پیشتر هم ما گفتار گذاشته بودیم. برای همین من در ساخته میروم. شما میتونید که از پشت من این کارها رو تکرار کنید یعنی با شما فهماندگی کرده نمیستم. خب با رژیم کنسترکتور داخل میشویم. نام این را مثلا میگیم فیزیکا یک. خب اوکی حالت با ما پیدا می شود. این حالت رو ما میگیریم در عوض نامگذاری میکنیم یعنی هر یکی اونها رو نام می‌نهیم. مثال با جای کد می نویسیم و رمزی فرمولا بر دیگرش می نویسیم مثال و چی نویسیم نامی فرمولا بر دیگرش می نویسیم خب نوشتی فرمولا خب چقدر که میبینید علاقه معلومات های ما آماده شد. ما اکنون چیکار میکنیم؟ از اینجا خطای دویم رو میبینیم. یکم از چوچیک میستد و یکی در اینجا علاقه کلید میدان است. برای همین کلید میدان بودنش ما اینو چقه نمیشویم و دیگرش کارات که تکست درست انتخاب شده است. فقط در همین رزمیر ما بیاین خیلی مثال میگیریم 35 تا عدد رو میگیریم 35 رقم دیگرش رو کاردار نمیشویم. در این کارات که تکست دیگری که نوشت فرمات آماده ایستاده است این رو میگیریم و پال اوبجکت اول تبدیل میدیم برای که یگان چی مونده تاونیم چون که در درس گذاشتم و در برای رسم و دیگر چیز رو گفت داده ایستاده بودیم رنگی همون. خب از این جمله برمیگردیم با چی میگم رژیم تبلیسی. بله ما این رو ثبت میکنیم. خب چهل که میبینیم در قسمت بالایی علاقه مونده چهل که میبینیم علاقه در اینجا نامی فرمولا چهل در اینجا اینجا رو ما کلانتر میکنیم که نوشتگی رو با آزادی توبت در اینجا ها چهل که میبینیم نامی فرمولا دیگر چیز جای کرده ایستاده ایم. خب در اینجا ما می نویسیم مثال فرمولا یکمی ما نام میگیرد انرژی کندنساتوری ذریعتناک نامی در اون هستم انرژی کندنساتوری ذریعتناک خب از اگر بیم خیلی نویسیم باید مایدون کامنتار میکنیم برای جوی کردن. در خط دیگری مثال می نویسیم قوای جریان خب در سیمش برای نامنازش سته گیریم من فقط خب می نویسیم قانون کولوم خب
خب ما اکنون میگذاریم برنامه نوشت فرمولای کالکی امروز ما با شما گفته میگذاریم. خب کی باشد؟ سرکرد. سرکرده کی باشد؟ چرا که ما میدونیم در برنامه اکسس فرمول نویسنده نمیتونیم، چرا که در وارد و در اکسل. برای همین ما از دیگر امکانیت های استفاده میبریم، یعنی وارد میشویم به سازنده. از اینجا ما از مستر فرم استفاده میبریم. چرا که میبینید ما این دو تیرچه رو پخش میکنیم، یکی از هر سه اینجا انتخاب میکنیم. خب دالی میرویم از اینجا ما ویرانانی رو انتخاب میکنیم. در درس‌های پیش دیگر رو انتخاب کرده بودیم، در اینجا ویرانانی همه این با ترتیبی معین روند. خب فیزیک یک میستد ما تماشای گاتا رو پخش میکنیم. چند لحظه پس فرم این تیار میشود، ما از فرم استفاده بردیم. خب کارمون رو دوام میدیم، خیلی در درس‌های پیشتر گفته بودیم. بالا که چهل که شما میبینید یکی از چنین فرم ها تیار شد در قسمتی پایانی. ما در اینجا از وارد استفاده میبریم. فرمولی که با ما در کار است در اینجا با یاردمی وارد میگذاریم. مثال در اینجا رو من یک گفته گذارم، فیزیکا رو با یاردمی کنسترکتور رژیم میتونیم و یکان جای دیگر بذاریم. مثال با کنسترکتور وارد میشیم در این فیزیکایی که هست میتونیم کمتر این وارتر بیاریم. رنگی که نویسنده شده است اینها رو با یاردمی خب کجا شد سویتر گلانه در اینجا با یاردمی اینها رنگ بوی اینها تغییر دهیم و غیره. این چهلی که میبینیم هر فرمون رو میکنیم تغییرش بکنیم، رنگی سرخ و دیگر بود و در با کنسترکتور برمیگردیم. خب از اینجا با فرم برمیگردیم. چرا که میبینیم در اینجا پیدا شد. ما با اینجا طرف راست رو پخش میکنیم، وستاویت اوبجکت رو پخش میکنیم. چرا که میبینید چندین حجت ها با ما در اینجا آورده شده است. ادوب اکروبات داکومنت یعنی پی دی اف گفتن چیز. خب بیت مایکروسافت ورد داکومنت ورد پد داکومنت دیگر چیز. چرا که میبینید اکسل هم هست، ورد 97 ورد با دستگیری فعالانی بیامدنی بسیار چیزا هست، حتی پاورپوینت هم آورده شده است. من ورد داکومنت رو انتخاب میکنیم. اوکی. خب بعد از کمتر کشوده میشه. چرا که میبینید واردی ما کشوده شد به قسمت های بالای نگاه کنید. ما اکنون گپ رو بسیار نمیکنیم، با وستفته داخل میشم. یک بار من در اینجا گالش کنم که هر جا پاجو نبریزد. لنتهی بالایی کمتر میچسب کنم. اپرام چرا که میبینید با ما فرمول ها آورده شده است. من فرمول یکم انتخاب میکنم. برای اون قانون کمتر آسان‌تر بان من انتخاب کردم. زبان رو انگلیسی میکنم، وقت رو هم کم میگیرد. چرا که برنامه رو چسبوند، کامپیوتر رو چسبونده استفاده است. با زبان انگلیسی این رو دلیل میکنم با جون اف کلان. خب یکم فیزیک دانو باشد باز نظر و در میدونه دراپ. اکنون ما از کنسترکتور یا چیزی دیگر رو انتخاب میکنم. ایندکسی پایانی پیدا شود. خب در ایندکسی پایانی رو انتخاب میکنیم. چون میبینید آهسته پیدا میشود. در اینجا خوب در پایانش یک خب اینجا دروب رو مختم میکنیم، علامتی زر خب دروب میکشیم. ایندکس باز همون کار رو تکرار میکنیم. حالا که دو میشود اینو هم مختم میکنیم و بعد مختم میکنیم.
باقی‌مانده با این در کورنرز توضیحش میکنیم و قسمت پایانی میگردیم. در اینجا هم ما باز یک ایندکسی دیگر می‌بینیم، یعنی علاقه باید کنیم این درجه میشود. چیکار که میبینید بچه ها علاقه فرمولای ما مانده شد، یعنی با این درس ما هم به انجام میرساند. صبح سربلند باشید بچه ها. از فایل وارد شده قسمت بالایی فیلمچه استخدامید رو پخش میکنیم. چیکار که این قسمت بالایی رو پیدا شد، اما اگر باز در اینجا سخنید کردن در است، سخنید کرده با فیزیک اگر برگردیم خود حجت فیزیک، یعنی تبلیغ پیشکی بدامه. در اینجا انرژی ذریع‌ناک هست، اما در اینجا دکون مایکروسافت وارد نشانده داشته است. ما این را اگر کشیم در داخل این علامه فرمول نوشتگی ما پیدا می شود. چقدر کنید هست. خب شما می توانید این را جداگانه در وارد نویسید. باز طبق درس پنجمی که ششمی که گفتم طبق آن هم مانید یگان مشکلاتی نیست. خب بچه ها سربلند خانواده باشید تا درس های آینده.